روستایی که همه مردمش زرتشتی هستند. اینجا روستای مزرعی کلانتر از توابع شهرستان میبد یزده. اهالی این روستا همگی زرتشتی بوده و به زبان فارسی دری صحبت میکنند. در ورودی روستا نمادی از سکه خسرو انوشیروان ساسانی شاهنشاه ایران نصب شده که نماینگر ارتباط عمیق این منطقه با تاریخ و فرهنگ ایرانه. خانه های این روستا از خشت و گل ساخته شده و پشت بام های آن به گونه‌ای طراحی شده‌اند که از بالا قابل تفکیک نیستند. جالب است بدانید که در این روستا علاوه بر جشن نوروز، جشن‌های دیگر مانند تیرگان، مهر